یک کسب و کار باهوشه، میشناسه تو رو. خب به هر حال یه جای تو سوتی تو میدی و کلا از کسب و کار میای بیرون، از اون فضا میای بیرون. بعدش چی؟ ولی وقتی که تو به قول خودمون قدیمی‌ها میگفتن مثلا طرف میرفت توی بازار پادویی میکرد فلان میکرد، نمیدونم چند سال طول میکشید بعد تبدیل میشد به یه حاجی بازاری فلان نمیدونم چی. الان نمیگم قراره مثلا مثل اون پادوها 20 سال آدم مثلا شاگردی بکنه تو سری خور باشه یا فلان باشه که اون فوت کوزه گری یاد بگیره. مسیر خب خدا رو شکر با تکنولوژی با هر چیزی ساده‌تر شده، ولی حداقلش اینه که آقا من برم الفبای اونو بدونم، برم یاد بگیرم، برم به چالشاش توی محیط کار آشنا بشم. خب این به من کمک میکنه من یک سال سختی شاید بکشم. 1001 حسن داره شبکه سازی که میتونی انجام بدی تو اون دوره. نمیدونم به قول خودمون اون قلقا و اون فوتای کوزه‌گری که توی کار باش مواجه میشی، وقتی به عنوان یه کسی که تو اون محیط داری کار میکنی میبینی چقدر چالشای از پیش تعیین نشده ای رو باش مواجه میشی که شاید تو تئوری باش مواجه نشد. من ممکنه دکترای مثلا بیزینس داشته باشم ولی وقتی وارد محیط کار میشم از یه جونیوری که داره دست و پنجه نرم می‌کنه کمتر بدونم، کمتر بفهمم. پس این اینترنشیپ ببین هیچ مسیر ساده یک شبه‌ای واسه رسیدن به موفقیت وجود نداره. من اینترنشیپ رو اینجوری تعریفش میکنم. هزینه بعد پرداخت بکنه. حالا این هزینه هر چقدر میتونه بعد ریواردش متناسب با اون زحمتی که تو میکشی.